فال پرقدرت او و شما به همراه آینده رابطه. آناهیتا روتیا، شاید همسو شدن انرژیتون با فالهای من. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین. در کامنت ها برای من عدد 11 رو بزنین. لایک فراموش نشه. برای گرفتن فالهای شخصی، طلسمات برگشت، آشتی، محبت، ازدواج، پاکسازی، شم تراپی، حذف رقیب، در بله، واتساپ، روبیکا و شماره روی صفحه با من در تماس باشید. ببینید در بنبست سکوتی گرفتار شده، نمیدونه باید چطور اول قدم برداره و این مسئله باعث میشه که خیلی عصبی بشه. حقیقتی به زودی روشن میشه و این چرخه به نفع شما دقیقاً تموم میشه. تعادل به رابطه بر میگرده، به سمت شما شتابان میاد و رابطه مثل روز اول میشه و شما مثل آدم موفق و قوی که میتونید این شخص رو رام کنید و دوباره در کنار هم قرار بگیرید.